داداش همین بدن رو میگفتم. ببین این بدن فوق العاده بدن زیباییه، البته از دید خودشون. این بدن آبدار اصلا استیجی نیستش و نه دارم به دوستم توضیح میدم مربیشم. حالا ایشون بهش برخورد چون واقعا بدنش اصلا بدن خوبی نیستش. من سعی کنم این شکلی نشه. ببین بدن تو قشنگ داره این شکلی میشه. اصلا بدن خوبی نیست. پسند من شما دارو هم مصرف می‌کنی؟ ندارم میخوای ببرم به دکتر. نه فقط سوال بود. آخه این اصلا طبیعی نیستش میدونی یکم خونه دارم غیر طبیعیش هم دارم. یکم بیارش بالاتر. بیا بالاتر حالی کرد. داشتی اشتباه می‌زنی دارم بهت میگم صحیح حرکت تو بزنی. ولی کی نداره اینجا؟ من اینجا دوست زیاد چیزم. بچه‌ها داداش مشتی با چیزی نگو.